سلام دوستان، من احسان هستم. ویدیوهای گواهینامه آلمانی از دویچ پرزش تیوی. سوالات جدیدی رو که از اول آپریل 2025 اضافه شده به سوالات قبلی رو با هم دیگه کار میکنیم. 38 سوال اضافه شده بود، الان 20 تاشو کار کردیم. ادامه سوالات رو هم در این ویدیو با هم دیگه مرور میکنیم. همونطور که عرض کردم، همه سوالات گواهینامه آلمانی و اروپا در دویچ پرزش تیوی کامل و بروزه. یعنی شما بایستی همه ویدیوهای قبل که از سالهای قبل کار شده رو مشاهده بکنید و یاد بگیرید. هر سالم 2 بار یه سری سوالات جدید اضافه میشه که ما اونها رو هم کار میکنیم. همیشه پکیج کامله و دیگه شما نیازی نیست که هزینه بکنید و سوالات گواهینامه آلمانی رو بخرید. کافیه که این ویدیوها رو ببینید، مثل هزار فارسی زبان دیگه که با استفاده از ویدیوهای دویچ پرزش تیوی گواهینامه‌شون رو گرفتن. شما هم قطعاً میتونید در این امر موفق باشید. بریم هم دیگه سوالات ادامه بدیم. رسیدیم سوال 21 از 38 تا سوال جدید اضافه شده. Ab welchem Verkehrszeichen dürfen Sie nur mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren? کدوم یک از این تابلوها اگه باشه شما اجازه دارید دیگه از اینجا به بعد با سرعت بسیار کم حرکت بکنید. تابلو آخری چون منطقه مسکونی رو نشون میده که میبینید یکی انگار داره بازی میکنه، یه بچه‌ای هست با توپ، یه نفر هست. یعنی در موقعی که وارد مناطق مسکونی میشید سرعت شریت گشویندیشکایت میشه، یعنی بسیار آروم باید حرکت کنین. گزینه آخری درست بود. سوال 3 نمره‌ای بود. Bei welchem Verkehrszeichen haben Sie an der nächsten Kreuzung grundsätzlich Vorfahrt? کدوم یک از این تابلوهای راهنمای رانندگی اگه باشه روی تقاطع بعدی شما در اصل حق تقدم دارید، یعنی نمیخواد دیگه وایسید، شما حق تقدم دارید، رد میشید که تابلوی اولی هست. همونطور که اینا رو باید حفظ بکنین دوستان. این تابلوی مثلثی که یه فلش داره، یه خط کج افقی ازش رد شده، این نشون دهنده فورفارت در آلمان. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه شما حق تقدم دارید به کسانی که از سمت چپ یا راست بخوان وارد بشن. سوال بعدی. In welcher Situation sollten Sie den Motor abstellen, um Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern? در چه وضعیتی یا در چه شرطی شما واسه موتور ماشینتون رو خاموش بکنید که در مصرف سوخت صرفه جویی کنید و همچنین آلایندگی یا آلودگی محیط زیست رو کاهش بدید؟ Wenn ich اگر من an einem beschränkten Bahnübergang warten muss. اگه من در یک جایی که قطار رد میشه و از این درس نرده ها داره که میاد پایین و میبنده مسیر رو، اونجا باید توقف کنم که قطار رد شه. اونجا میتونین شما ماشین رو خاموش بکنین. Wenn ich an einem Stopp-Schild anhalten muss. اگه که من بخوام موقعی که یه تابلوی استاپ هست توقف کنم، خب اون توقف 5 ثانیه است، درسته؟ دیگه نیاز نیست ماشینتون رو خاموش بکنین. پس گزینه 2 اشتباه بود. و wenn ich im Stau absehbar länger warten muss. اگه که من در ترافیک که قابل پیش بینی باشه طولانی مدت باید توقف بکنم. مثلا جلوی تصادفی شده یا باوشتله هست، همه تو ترافیک گیر کردن، اونجا مواقع هم باید ماشین رو خاموش کرد چون انتظارش رو دارید. ابزیبا یعنی چیزیه که انتظارش رو دارین که به دلیل مشخصیه که الان شما تو ترافیک گیر کردید و اونجا باید یه مدتی توقف داشته باشید. سوال بعدی. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? الان چه رفتار صحیحی رو با خودتون نشون بدید؟ ویدیوها 5 بار تو امتحان میتونید نگاه بکنید. خب با هم یه نگاه بندازیم. سرعت 60 است، چراغا روشن، از پشت سر من یه موتور اومد، آینه ها رو نگاه کنین، جلو. خب جاده رو نگاه بکنین دوستان، اینجا یه ذره حالت پیچ به سمت چپ داره میشه. از روبرو هم یه کامیون اومد، دیدین پشتون درختا بود. خب اینجا واسه چه رفتاری از خودمون نشون بدیم؟ گزینه اول که اشتباهه نمیشه Ich signalisiere den Motorradfahrer, dass mich überholen kann. من یه علامتی نشون میدم به این موتور سوار منظور پشت سرم که اجازه داره که میتونه که از من سبقت بگیره، که انگار خطرناکه چون پیچ جاده به سمت چپ از روبرو هم داشت یه الکاوه میومد، پس غلطه. Ich verringere meine Geschwindigkeit. من سرعتم رو کاهش میدم، درسته که سر پیچه مقدار با سرعت رو کم کرد. Ich fahre möglichst weit rechts. من تا جایی که امکان داره به سمت راست متمایل میشم، که این گزینه هم درسته بخاطر اینکه سر پیچ اون از اون رو به رو هم داشت یه دونه الکاو کامیون میومد. سوال 3 نمره‌ای بود.
بعدی هم دوباره یه ویدیوه، میگه wie schnell dürfen Sie nach dem Abbiegen höchstens fahren. میگه حد اکثر سرعتی که شما بعد از پیچیدن اجازه دارید برید چقدره. ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. سرعت 30 تاست. اینجا من میخوام راهنمای دست راست بزنم، تو آینه سمت راست رو نگاه میکنم، شولتا بلک انجام میدم، فورفارت دارم، حق تقدم دارم. خب اومدم تو این خیابون. بسیار خوب. در اینجا جواب صحیح 50 کم ها، 50 کم ها. عدد 50 رو وارد میکنید با کمک اون عددهایی که دوست دارید تصویر هست. یعنی تو امتحان پای اون کامپیوتری که نشستید میتونید عددا رو انتخاب بکنید. اینا رو باید حفظ بکنید دیگه. سرعت 50 اینجا مناسبه. سوال بعدی. Sie fahren eine Fahrzeugkombination. شما دارید که یه ماشین رو رانندگی میکنید که پشت سرش، منظور از فارزوکومبیناسیون یعنی ترکیب دو تا وسیله نقلیه. یعنی چی؟ یعنی که پشت ماشین به فرض یه دونه انهنگا وصل کردید جدای از ماشین خودتون. Diese besteht aus einem Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 Tonnen und einem Anhänger mit einer 100 km/h Zulassung. این ماشین ترکیبی شما، منظور که دارید رانندگی باش میکنید، شامل یه ماشین خودتون میشه که حد اکثر وزن مجاز کلش 3 تا 3.5 تن میتونه باشه و همچنین آنهنگایی که وصل کردید به پشت ماشین که حد اکثر سرعت مجاز بر اون آنهنگا 100 کیلومتر در ساعته. Wie schnell dürfen Sie auf einer Bundesstraße, keine Kraftfahrstraße, höchstens fahren? حد اکثر سرعتی که اجازه دارید روی بوندسشتراسه رانندگی بکنید، نه کرافتفاhrstraße، حد اکثر سرعت چقدره که 80 میشه. بوندسشتراسه به این خیابون در از اتوبان‌هایی میگن که تحت نظارت دولت فدرال آلمانه که با حرف ب شروع میشه و یه تابلوهای زرد رنگی داره. پس حد اکثر سرعتی که میشه رفت 80 km/h، 80 کیلومتر بر ساعت. با فرض این فارزوکومبیناسیون، این ماشین خودتون و آنهنگایی که دارید با مشخصاتی که بالا گفته شد. سوال بعدی هم یه ویدیو دوباره. Bitte starten Sie den Film, um sich mit der Situation vertraut zu machen. ویدیو رو ببینین که با وضعیت آشناشین تا بعد به سوال برسیم. سرعت زیر 80. اونجا میبینید نشون میده دو تا جاده یکی میشه، علامت کارگران مشغول کارند بود. سرعت هم حد اکثر 80. از سمت آینه ها رو نگاه بکنید همیشه. خب آره، دیدید که اون جلو حالت باوشتله بود. این ماشین جلویی هم مسیرش داره بسته میشه، یعنی باید بیاد سمت ما. روی این گزینه تو Aufgabenstellung کلیک بکنید، میره تو امتحان روی سوال. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? الان واسه چه رفتار صحیحی از خودتون نشون بدید. Ich verringere meine Geschwindigkeit. من سرعتم رو کم میکنم. درسته دیگه، چون این ماشین آبیه میخواد بیاد سمت راست. Ich lasse den blauen PKW vor mir einscheren. من اجازه میدم که این ماشین آبی رنگ جلوی من قیچی بکنه بیاد داخل. یعنی من einscheren در اینجا منظور اینه که از اون مسیر خودش بیاد جلوی من، بیاد تو مسیر من. Ich beschleunige یعنی من پامو رو گاز فشار میدم و شتاب میگیرم که اشتباه است. سوال 4 نمره‌ای بود. بعدی هم دوباره یه ویدیوه، با هم دیگه اول نگاه بکنیم. سرعت 120 تا توی اتوبان دارم میرم. آینه ها رو نگاه بکنین، چپ و راست، چراغ هم روشنه. خب جلوم یه دونه الکاوه تو مسیر من هست که داره از یکی دیگه سبقت میگیره. آینه سمت چپ و راست هم همیشه باید نگاه کنین. تو امتحان میتونین 4 بار ویدیو رو ببینید. Womit müssen Sie jetzt rechnen? اینجا بسی حساب چه چیزی رو بکنین؟ چه اتفاقی میتونه بیفته؟ Der auf meinem Fahrstreifen vor mir fahrende LKW wird. میگه این LKWی که جلوی من داره تو مسیر من میره. Auf dem mittleren Fahrstreifen bleiben. رو همین مسیر وسط باقی خواهد ماند. میتونم باید حساب این رو بکنم. چرا؟ چون اگه نگاه کنین یه دونه الکاوه سبز رنگ جلوش هم یه دونه قرمز رنگ بود. درسته احتمالاً میخواد ادامه بده، از اونم سبقت بگیره. و بعدی میگه بشلوینیگن یعنی شتاب بگیره اون الکاوه که بی ربطه. و ابغمزن هم یعنی حساب اینو باید بکنم که این شاید پاشو بزنه رو ترمز بخواد بین این دوتا الکاوه بیاد وارد بشه. احتمال این رو باید داد. سوال 4 نمره‌ای بود. Ihr Kraftfahrzeug ist
eingeschneit. Wie müssen Sie sich vor Fahrtantritt verhalten? میگه روی اتومبیل شما برف نشسته، حالا پارک بوده یه جایی برف اومده پوشونده سطحشو. قبل از اینکه مسیر رانندگیتون رو شروع بکنید یا اقدام به رانندگی بکنید واسه چه رفتاری از خودتون نشون بدید؟ هر سه گزینه درسته. میگه ich muss Schnee vom Nummernschild entfernen. من واسه برف رو از روی پلاک ماشینم پاک بکنم، بزنم کنار که درسته. ich muss Schnee vom Fahrzeugdach entfernen. من واسه برف رو از سقف ماشینم هم بزنم کنار، یعنی خالی بکنم برفی که روی سقف ماشینم جمع شده. Ich muss Schnee von der Beschleunigungseinrichtungen entfernen. Beleuchtungseinrichtungen entfernen. میگه من باید برف رو از روی چراغ‌های ماشین رو هم پاک بکنم، یعنی اگر برفی روی چراغ‌های ماشینتون نشسته اون رو هم باید قبل از رانندگی کنار بزنید. Beleuchtung یعنی نور. منظور در اینجا سیستم Einrichtung هم به تجهیزات در اینجا گفته میشه، منظور همون چراغ‌های ماشینه. سوال بعدی میپرسه که welche Teile Ihres Kraftfahrzeugs müssen Sie vor Fahrtantritt vollständig von Schnee und Eis befreien؟ چه قسمت هایی از ماشین خودتون رو باید قبل از اینکه رانندگی رو شروع بکنید به طور کامل از برف و یخ آزادش بکنید؟ یعنی چی؟ یعنی اگه برف یا یخ زدگی روی ماشینتون هست، از چه قسمت هایش باید این رو حذف بکنید، کنار بزنید، برف و یخ رو جدا بکنید؟ Die Frontscheibe، شیشه جلو که درسته. دی Außenspiegel، آینه های بغل، آینه های بیرون. و دی Seitenscheiben، شیشه های کناری. پس اگه روی این سه قسمت بود باید برف و یخ ازش زدوده بشه، بعد شما اجازه دارید که اقدام به رانندگی بکنید. بسیار خب، 30 تا سوال رو کار کردیم دوستان من در این 3 تا ویدیو. در قسمت بعدی هم باقی مونده سوالات جدید 2025 رو ادامه میدیم که این بخش تموم بشه. مرسی که از اینکه ویدیوها رو لایک میکنید، با دوستانتون به اشتراک بگذارید و نظر خودتون رو هم حتما تو کامنت ها بنویسید. تا ویدیوهای بعد، بدرود.